الف لام میم تلک آیات الکتاب الحکیم. سوره لقمان شروع میشه. سوره لقمان شروع میشه. این سورت به نام سورت لقمان یاد میکنه و در اصل دعوای سورت هم است که عقیده توحید الله با وصف که دعوت کل انبیاء علیهم السلام است، موافق به گپای حکمت و عقل مندی هم است. عقل سلیم و فطرت سلیم هم تقاضای توحید الله را میکنه. از او خاطر سورت به نام سوره لقمان یاد میشه. یعنی مهمترین جز در سورت نصیحت لقمان است. این سورت هم مکی است. 57 سورت است در نزول خود که قبل از سوره سبع و بعد از سوره صافات نازل شده. ارتباط این سورت قط ما قبل در سوره عنکبوت الله آداب دعوت توحید ذکر کرده بود. بعد از او در سوره روم الله تبارک و تعالی امر به صبر و حوصله مندی کرده بود. مصیبت ها و تکلیفات که می رسید بعد در او استقامت اختیار شود. در سوره لقمان الله تبارک و تعالی بر ما این توصیه را میکنه که عقیده توحید الله توسط دلایل نقلی و عقلی تایید شده. از او خاطر شبهه های مردم تاثیرگذار نشوه در مورد دعوتتان. شما دعوتتان ادامه بدید. در اولی صورت مثل سوره بقره واره اوصاف قرآن کریم هم ذکر شده و اوصاف حاملین قرآن کریم هم ذکر شده. اشاره به این میکنه که راه هدایت و توصیه های لقمان حکیم تنها کسان عمل کرده میتونه و در زندگی خود پیاده کرده میتونه که این صفتا را داشته باشه و قطع قرآن رابطه داشته باشه. در غیر از اون نیست. اینجا الله اول دعوت طرف قرآن میده که یگانه راه هدایت یابی فقط قرآن است. قرآن برنامه هدایت است. الف لام میم. الله علم است به اصل مرادش. در سر سورت ها اگر آورده نشانه بالای اعجاز قرآن کریم است. چرا قرآن از این حرفا ساخته شده ولی تعالی را کسی مثلش آورده نمیتونه. تلک آیات الکتاب الحکیم. اینمی که تلاوت کرده میشه آیات کتابی است الحکیم. کتاب است، کتاب بزرگ کتاب است، قابل قدر کتاب است. الحکیم که همه چیزی ازی پر از مصلحت است. حکیم یک معنایش است. اینطور کتابی است که به دلایل عقلی صداقت اعظمی کتاب ثابت شده. حکیم امور میگه که دلایل عقلی را ذکر میکنه. دو توجه. سوم الحکیم که محکم کرده شده مسائل و مضامین ازی هیچ نوع تحریف و تغییر دیش آمدن نمیتونه، نسخ نمیشه توسط آمدن کتابای دیگه. الحکیم که محکم است. الحکیم که محکم است از چی چیز؟ از شبهه، از خلل، از نقصان. چرا این آیت ها مملو از تمام برنامه های سازنده است که انسان درجه سعادتش میرسانه. این صفت حکیم بود. هدن مکمل برنامه هدایت است. هدایت راهنمایی میکنه تو را هم در زندگی دنیایت، هم در زندگی آخرتت، هم در تمام نقطه هایی که تو میخواهی از سعادت و نیکبختیت برسی. قرآن بری تو هدایت و راهنمایی داره و رحمتا ذریعه رحمت است. اگر تطبیق کردی در زندگیت هر حکم الله را اگر در زندگی تطبیق میکنی آلی دیگه این ذریعه رحمت الله میشه. خب برای کی؟ للمحسنین، به کسانی که عمل خود خالص برای الله انجام میده و موافق نقشه رسول الله انجام میده. به او مردم این برنامه هدایت و رحمت است. اگر پابندی از دین کردی عملی خالص برای الله انجام میدی و محب سنت رسول الله استی به نقشه پیغمبر انجام میدی، این را محسنین میگن. محسنین خود قرآن هم تشریح میکنه. الذین محسنین کسانی است یقیمون الصلاة که برابر میکنن نماز. نماز امر معنوی است، چیزی حسی مادی نیست که آدم برابر کنه. مثل ایلا سپیکر واری چیشت راست استاده کنیم صحیح است گویای ازیره. خب نمیتونیم. نماز امر معنوی است، چطور برابر کنیم؟ الله ما را میگه برابر کنیم. برابر کردن نماز، لحاظ کردن، رعایت کردن واجبات، سنن، مستحبات، خشوع، خضوع، وقت، بگوی جای پاک، ستر عورت، همه گپا را مراعات کردن. این برابر کردن نماز است. یعنی نماز به این طور طرز و طریقه ادا کو که خلل دیش دیده نباشه. مکمل سنت های پیغمبر را دیش عملی کو. او خشوع را
در نظر بگیری که چقدر هیبت الله سری تو باشه که من مکالمه با الله میکنم، من رو به رو به الله استاد شدم، قطع الله خود گفتار دارم، چه قسم استاد شوم، چه قسم سخن بگویم. کل توجهی تا بگردانی طرفی مقاصد و مضمونی آیاتایی که تو تلاوت میکنی. خو اینطوری نماز برای یکی اگر الله نصیب بکنه، یکی نمازها را که حالی میبینی فقط من همیشه ویره چی میگم، زفتو پروتی اسکری است. تا که تو نیت بسته کده نمی باشی ملا صاحب در رکوع رفته، تا که خدا شور میدی در رکوع ملا صاحب در کجا رفته؟ سجده. در یک جای نماز خواندم شما باور به الله بکنه در سجده دوم ملا را گیر کردم. سجده اول رفت تا که من تا میشدم. او خیلی آدم مشهور خدا خیلی یک چیز میگه و اقیم الصلاة و اینجا صفت محسنین الله بیان میکنه. اول صفتش محسنین مردمایی است یقیمون الصلاة که نماز درست برابر میکنه. محسن شده نمیتونه تا که نمازتان درست نشوه، با اطمینان آرامش ورخطا مردم واری نباشید طرف سعی کن یک دفعه فقط در 2 دقیقه برو بخیر نماز باشه. نه، وضو میکنه، تکلیف میکشه، وقت میده، بسیار با کمال خشوع نماز خوانده شود. چرا که اول علامه محسنین امی در اینجا ذکر شده. و یؤتون الزکات، این رابطه قایم کردن با الله بود. و یؤتون الزکات، میدهند زکات حسی که الله مقرر کرده، به مستحقین مصارفش توزیع میکنه. این ارتباط رابطه با مخلوق الله است. و هم بالاخره یقینا نمی مردم محسنین با آخرت هم یقینون، بالکل یقین داره، با آخرت یقین داره که حساب و کتاب ختم میشه، با آخرت یقین داره که اطاعت کنم الله ثواب میده، با آخرت یقین داره که اگر گناه کنم الله برام عذاب میده. دیگه از خاطری گاهی وقت نه مامور ترک میسازه و نه منهی عنه را بگوی انجام میده. بالکل یعنی اینمی را تقوا میگه. اونجا گفته بود للمتقین، اینجا میگه برای کی؟ محسنین. و هم بالاخره هم یقینون، یا بر آخرت امی مردم خب یقین داره. یقین چی را میگه؟ علمی که از طریق مشاهده برای آدم حاصل میشه او را یقین میگه. مثل که ما را ببینیم در سوراخ داخل شد گای دست خودت پیش نمی کنیم. چرا؟ یقینی ما ثابت شده که اینجا مار است. اینمی قسم در مورد آن چیزی که در مورد آخرت است یقین کنیم، گای دست به گناه دراز نمی کنیم. از او خاطر هر وقت که انسان گناه میکنه، جنایت میکنه، عقیدهش در مورد آخرت ضعیف است، از او خاطر یقینی پخته نداره. اولئک علی هدی من ربهم، این مردما کی صفتا را داره یا بر هدایت هستند، یعنی هدایت به منزله مرکبشان شده که زیر کنترلشان آمده. من ربهم، او هدایت هم از جانب پروردگارشان باشه. چقدر برتری است در دنیا الله هدایت نصیب از یا میکنه. و اولئک این مردما هم المفلحون، امی مردما رستگارند، یعنی اجنوا تکلیف رنج محنت برشان حاصل نمیشه، اول دفعه در جنت داخل میشه. اینمی مفلحین است ایده به اعتبار آخرت. و من الناس، بعضی از مردم من کسای است یشتری لهو الحدیث، که میخرد لهو الحدیث سخنای بیهوده را، یعنی کدام سخنایی که هیچ فایده نداره تو را مشغول میسازه از انجام دادن او کارهایی که ضروری و مهم است. بعضی مردم ها میره کارها را میکنه. لیضل عن سبیل الله، که گمراه کنه مردم از راه الله، بغیر علم، بدون کدام سند و دلیل، سخنای بیهوده و چیزای دیگه مصروف میسازه. یکی از کفار مکه رفته بود، چی کرده بود؟ نعوذ بالله، کنیزه خریده بود آورده بود در بین مردم در میدانا میرقصانید و همچنان مردمای قصه گوی می آوردن در مجلسا می نشاندن و می گفتن که بیا ای مردم، محمد صلی الله علیه وسلم شما را به نماز به این چیزا دعوت میده، بیایی که ما به چیزای خوش شما را دعوت بدیم. الله تبارک و تعالی این آیت روان کرد. خو لیکن حکم این آیت عام است، تنها در او زمان نیست بلکه در هر زمانه که مردم نعوذ بالله مردم دیگر را مصروف میکنه از کارهای مهم، از کارهای ضروری و را مصروف نگاه میکنه، یام ده اینمی مصداقی آیت داخل است. باز خصوصا که نعوذ بالله مردم گمراه میکنه، این دو داخل است. و یتخذها هزوا، میگیرن رای الله را هزوا به مسخره، نعوذ بالله ریشخندم میزنه.
اولئک این مردم ها لهم برایشان عذاب مهین، عذاب رسوا کننده، سبک کننده است. چرا که یا دین الله را، حکم الله را سبک می شمردن. یک کمی توضیح میکنیم، توضیحات میدیم در این آیت. لهو الحدیث، عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه قسم میخوره که لهو الحدیث چیست؟ غنا و موسیقی است، ساز و سرود. آیت خو عام است، هر چیزی که تو را مشغول میکنه از کار مهم و از طاعت و عبادت الله در داخل است. اگر او رقص باشه، اگر او ساتیری باشه، اگر او خنده دادن باشه، اگر او هر عمل دیگری که مشروع نباشه، غیر مشروع باشه، در داخل است. اموتور قصه، اموتور نشستن، اموتور گپ و شپ زدن، در لهو داخل است. لهوی حدیث سخنان بیهوده که فایده سرش مرتب نمیشه و تو را مشغول میسازه. در اینجا الله تبارک و تعالی میگه که بعضی از مردم اینطور کسانی هستند. اونجا محسنین بود. قرآن برنامه هدایت و رحمت برای محسنین بود. محسنین و نمو مردم ها بود که امور مهم و ضروری را با وجه درستش انجام میداد. اقامت نماز، ادای زکات، یقین به آخرت. و کسی که یقین به آخرت داشته باشه، آیا یک لحظه عمر خدا اموتر هدر میگذرانه؟ کلا قطعا نه. در شان مومن نیست که حتی ساز و سرود و این گپا را خو بگذار که اموتر عمر خدا هدر تیر کنه که چوب بشینه. نه، باید متحرک باشه، یا کار روزگار دنیای خدا بکنه، یا عبادت الله را، یا دعوت بچلانه، خود مصروف یک کار مشروع بسازه. در غیر از او ان الانسان لفی خسر میشه. این مردمای ما که تمام عمره نعوذ بالله به اصطلاح خودشان هنرمندی میکنه، این هنرمندی نیست. رقاصی میکنه، بگه ساز و سرود میکنه و مردم ها را دعوت میده و مردم برش رای میده و مردم برش میشینه، مجلسا جور میکنه. اولین مصداقی آیت قرآن کریم است. و بعد از لیضل عن سبیل الله، که مردم از راه چی؟ الله بکشه. در وقت نمازی پروگرام ها را میگیره، در وقتی که ترجمه شروع میشه، در این اوقاتی مردم های کارا را میکنه. این منع کردن از چی هسته؟ از راه الله تبارک و تعالی. امروز شبکه های تلویزیونی ما راستیتان بگویه چند قسم برنامه ها داره، با صدها قسم برنامه برای گمراه کردن مردم. مردم الا فلان تلسی تیر نشوه، جماعت نیست، در مسجد رفتن نیست، نماز خواندن نیست، صبح امو قسم خواب باقی میمانه. چرا؟ تا 2 بجه برنامه را دیده. آلی کل شبکه ها تقریبا اینمی کارا را پیش میبره و مردم از راه الله منع کرده. تلاوت قرآن خو رفت دیگه در طاق نسیان گذاشته شد. اینی دی آیت داخل است. هر چیزی که تو را مصروف میسازه، مشغول میسازه، کاری مشروع نباشه، از او خودداری کردن ضروری است. اموتر عمری تا هدر نکو. الا ولا خب برنامه است اینطور ساتیریست، برنامه خنده. برنامه چی است؟ خنده ها. چی میکنی خنده ها را؟ چی از پیشش میگیری؟ این خورش خندی است، نعوذ بالله. و خورش خندی سری دین میکردن. وقتی که پیغمبر علیه السلام دعوت میداد، سری از این دعوت پیغمبرش خند میکرد. آلیام شما همینطور مردمایی که عقلشان مسخ شده که وقتی برشان میگیم بیاید ترجمه قرآن، ریشخند سرتان میزنه. اگر برش میگی که بیا نماز بخوان، ریشخند سرتان میزنه. الله تبارک و تعالی در او زمان هم همینطور مردم بود، در این زمان هم همینطور مردم پیدا میشه. و یتخذها هزوا، رای الله را به مسخره میگیره، به باد مسخره میگیره. ایره چیزی نعوذ بالله، ایره چیزی ضایع میدانه. میگه چقدر بیکار مردم است، میره در مسجد نماز میخونه، در این یخی این گپا را میزنه، نعوذ بالله. الله چی میفرماید؟ تو دین الله را سبک دانستی، در اینجا خو خبر نیستی که اونجا الله عذاب سبک کننده را بگه برات میده. قطعه‌بازی هم در لهو الحدیث بالکل شامل است. بلکه قطعه‌بازی منجر خو قمار است، منجر به زدن و کندن میشه، پیسه سرش میمانه. او چیسته غیر از قطعه خودش امو عکسا و تصویرا داره که در اون مجلس است که فرشته رحمت داخل نمیشه و او رام عکسای چیسته معنیس جور کرده. غیر از او در اون جنگا میشه، یکی با دیگه میچسبن، یا چیزایی هستن که چیسته منع میکنه از ذکر الله، از او خاطری نادرست و نارواست.
و اذا تتلى علیه آیاتنا، وقتی که تلاوت کرده میشه بالایش آیاتنا، آیاتای ما، دلایل توحید ما یا احکام قرآنی ما، والله مستکبرا، میگرده مستکبرا در حالی که تکبر کنان میباشه، کبر تراشی میکنه، که لم یسمعها، تو گویی که آیت قرآن هیچ نشنیده، که ان فی اذنه، تو گویی که در گوشایش وقرا، گرنگی و کری است. اینطور قطع قرآن نفرت داره. فبشروا بعذاب الیم، اینطور شخص الله میگه پیغمبر علیه السلام خوشخبری بده به عذاب دردناک. عذاب دردناک خوشخبری است، این تحکم است، استهزاء. الله میگه که طور آدم به عذاب دردناک خوشخبری بده. به صدها نفر آلی پیداست که در گوشش موسیقی است، خو زمانی که ترجمه قرآن نبشنوه میگریزه. یقین بکو اگر برش گوش بگیره. امو طور است یا نه؟ امو طور است. در موبایل خود نغمه چی را مانده؟ نغمه و صدای امی بیدو موسیقی را مانده، او خواب به شوق میشنوه. اگر آیت بیا در تلویزیون امی دیستی، او را چی میکنه؟ یک طرف میکنه. الله میگه کسایی که طور مردم است دیگه برش خوشخبری بده از عذاب دردناک. ان الذين آمنوا، یقینا کسانی که ایمان داره، ایمان قرآنی، و عمل الصالحات، عمل صالح انجام میده به مقتضای ایمان، با پورا کردن شرطایش، لهم جنات النعیم، به مردم جنتای است، النعیم باغهای نعمت است، خالدین فیها، همیشه در اینمی باغهای نعمت. وعد الله حقا، وعده کرد الله، وعد الله حقا، وعده درست و راست. و هو العزیز، الله زبردست است، وعدش نافذ میشه، مثل انسان واره نیست که گاهی پورا کردن نمیتونه. الحکیم، و حکمت والاست که چرا عالی نعمتا برات نمیده، در اونجا برات میده. این بنابر مصلحت و حکمت است. خلق السماوات بغیر عمد، پیدا کرد آسمان ها را بدون ستون، ترونها، که تو میبینیشه. دو مطلب داره. یک مطلب که با چشم سر خود مشاهده میکنی که ستون متونه نمیبینی، یک معنی چی شد؟ یعنی بغیر عمد، بدون ستون، ترونها، که خود مشاهده میکنی که نیست. دوم، پیدا کرده الله آسمان ها را بغیر عمد، بدون ستون ها، ترونها، که تو ببینی. اوتر ستون هایی که تو ببینی او را اوتر ستون ها نیست. اگرچه الله بر ستون داده، خود تو دیده نمیتونی. اول معنا خیلی راجح است، دوم مرجوح. و القا فی الارض رواسیه، چرا او ذاتی که با ستون آسمان نگاه میکنه، بی ستون هم نگاه کرده میتونه. و القا فی الارض، انداخته در روی زمین، رواسیه، کوها را، به مثل میخا، ان تمیده بکم، اصلش الله تمیده، که شور نخوره بکم، بالای شما همی زمین. شور ایره شورش یا حرکت استرابی میگه. کاسه را که دو پرتی که انتو میشه، گاهی او سرش پایین میشه، گاهی سرش اونطوری حرکت. اینطور حرکتی که در دوری آفتاب میزنه، این آیت منافی و گپ نیست. و بث فیها من کل دابت، پراگنده ساخته در روی زمین از هر نوع جنبنده ها، از هر نوع شورخورنده چیزایی که حرکت میکنه. و انزلنا من السماء، ما روان کردیم از طرف بالا ما انابه، فانبتنا فیها، پس ما رویانیدیم در این زمین، من کل زوج، از هر جفت و جوره، کریم، یعنی از انواع، زوج اینجا به معنای انواع معنا میده، از هر نوع، کریم، میوه های فایدمند. کریم میوه که فایده داشته باشه او را کریم میگه، یعنی قسم قسم میوه های فایدمند. هذا خلق الله، هذا اینمیست آفرینش الله تبارک و تعالی، که میبینی که از زمین چی چیزا را الله میرویانه. فارونی، پس نشان بده، ماذا خلق الذین، چی چیزا پیدا کرده، او چیزایی که الذین من دونی، بغیر از الله و شما او را معبود قدرتمند میدانه، او چی را پیدا کرده. بل الظالمون، بلکه ظالما یعنی مشرکا، فی ضلال مبین، دا گمراهی آشکارا است. چرا؟ آن چیزی را که یا عقیده معبودیت داره برشان و این چیزی را پیدا نکرده، هیچ چیزی را پیدا نکرده، او یا عقیده معبودیت برش داره، این همی مردم ها در گمراهی آشکارا است. ولقد آتینا لقمان الحکمت، یقینا ما داده بودیم به لقمان الحکمت، علمی که محکم با عمل شده بود. حکمت چی را میگه؟ کدام علمی که تطبیق شوه به عمل و عمل او را تایید کنه و عمل او را محکم کنه، او را به نام حکمت یاد میکنه. یا حکمت میگه فایده های تمام چیزا را یک آدم میفهمه که اینی چیز اینی فایده داره، الله این علم برش داده بود. یک دو معنا. سوم، حکمت میگه استعمال هر چیز در جای مناسب، مقابلش ظلم است. ظلم ایره میگه
که هر چیز در جای مناسب استعمال نکنید، از جایش تجاوز بدی. او حکمت میگه استعمال هر شی در جای مناسب. شرک ظلم است. چرا؟ به خاطری که در جای مناسب استعمال نکردی. با اللهی که قادر و تواناست مخلوق عاجزه برابر میکنی. او حکمت چی را میگه؟ توحیده، به خاطر که این استعمال شی در جای مناسب است. کل صفتای کمال مخصوصی کی دانستن؟ الله. عبادت مخصوص الله دانستن، این گپ حکمت است. قرآن واقعی لقمان حکیمه که پیغمبر نیسته اینجا میاره، خو حکیم است، تسلیم شده حکیم. او چرا این گپ میاره؟ این آدم غلام بود، رنگ سیاه داشت، یک غلام بود، نجاری میکرد. خود چون که دین داشت، عقیده قوی داشت، الله تبارک و تعالی سخنای از او را بر ما در اینجا یاد کرده. خو یادآوری سخنای از یا درسا بر ما میده. طریق دعوت چیست؟ کدام گپ اول مهم است؟ از کجا دعوت شروع شود؟ حقی اولاد سری پدر و مادر چیست؟ این گپا را کلگی دمی یک توصیه لقمان حکیم بر ما بیان میکنه. لقمان حکیم هم شخصیتی است که تعلیم دین داده، ام عقیده را، ام عمل، ام اخلاق و مجموعه را به نام دین یاد میکنه. پس عقیده توحید الله محکم شده توسط گپای حکمت، یعنی گپای عقل. از همون خاطر است که هیچ حکم الله تبارک و تعالی مخالفت با فطرت و عقل نداره، مکمل سازنده با فطرت و عقل است. مثل که در اینجا توصیه لقمان حکیم بر ما بیان میکنه. تنها یا خوارزاده داود علیه السلام یا برادرزاده بچه حمید داود علیه السلام است، خالزاده داود علیه السلام است. مفسرین مختلف اقوال نقل کرده. خود چیزی علم از داود علیه السلام فرا گرفته. البته در نبوتش اختلاف است. راجح قول است که پیغمبر نیست، حکیم است. چرا؟ الله برش حکمت داده. پس هر کسی که سر علم خود محکم کنه توسط عمل و یک شی در جای مناسب استفاده کنه، یا به نام حکیم یاد میشه و مکارش به نام چی یاد میشه؟ حکمت.